متاسفانه یا خوشبختانه زمین گرده. هر کاری با هر کسی میکنین یه روزی جایی میچرخه میاد و دستتون رو میگیره، شاید هم مچتون رو، شاید هم خرخرتون، ولی فرقی نمیکنه. خلاص یه جایی تأثیرش رو تو زندگیتون میبینی. تلخ یا شیرین بستگی به کارایی داره که توی زندگی انجام دادید. مثلا یه جایی واسهتون یه اتفاق میفته و بعد یهو یاد یه نفر میفتید. با خودتون میگین که چند سال پیش من همین کار رو با یکی دیگه کردم. بعد تازه اونجا میفهمین که اون بنده خدا اون لحظه چه حس بدی داشته. تازه اون موقع میفهمین که چه بلایی سرش آورده. متاسفانه یا خوشبختانه زمین گرده. آره، ممکنه آدمو شما رو ببخشن، ممکنه از شما بگذرن، ولی این چیزی از گردی زمین کم نمیکنه. از یه اصولی که بهش میگن عدالت کم نمیکنه. حالا برای شما این متاسفانه است یا خوشبختانه؟